به نام خدا، درود و صلوات به فرستاده او. سلام و درودی به پایان بیننده عزیز. پیغمبر خدا صلوات و درود بر او می‌فرمایند که در جنت دری هست به نام ریان. روز قیامت از این در فقط روزداران داخل می‌شوند. همراه اونا کسی دیگر داخل نمی‌شود. و منادی ندا میکند که کجا هستند روزداران؟ کجا هستند اون نفرانی که گرمهای تابستان هیچ بهانه پیش نآوردند روزه گرفتند؟ کجا هستند اون مؤمنانی که شبای رمضان به خواندن قرآن و ذکر خدا سپری کردند؟ و آخرین این نفران اگر داخل این در شوند، این در بسته می شود و بر روی کسی باز نمی شود. پس برادران عزیز، بیایید سعی و کوشش کنیم که خداوند ما را از جمله این افراد گردانده باشه. با امید قبول طاعت و عبادت. خداحافظ.